با درودی دیگر باره به همه آنهایی که چند دقیقه دیگر مراد در پخش مستقیم تماشا خواهند کرد. شالوی خوجه هستم در خدمت شما. رسو ساعت 10 با وقت پراگ با سرخط خبرهای روز و البته یادتان نرود که 3 ساعت بعد برنامه خبری تقدیم شما خواهد شد که فراگیری موضوعی تاجیکستان و جهان است و گزارش‌های جالب دارد. 6 ماه دیگر فرصت دادند با قراری حکومت تاجیکستان مهلت به قیدگیری سیم کارت‌ها با شناسنامه نمونه نو تا 15 فوریه سال آینده تمدید کرده شد. هرچند طبق قرار قبلی مهلت ثبت دوباره سیم کارت‌ها با شناسنامه‌های نو تا دیروز مقرر شده بود. تا به حال چند میلیون سیم کارت در تاجیکستان با شناسنامه‌های کهنه قید شدند و بخش اعظمی صاحبان این سیم کارت ها یا در مهاجرت و یا در خارج کشورند. آنهایی هم که در تاجیکستانند بنابر نداشتن مبلغ و یا نوبت‌پایی زیاد در شعبه های شناسنامه‌دهی امکان نیافتند که شناسنامه هایشان را با آیدی کارت عوض کنند. در عین زمان کارشناسان قرار ثبت دوباره سیم کارت ها را نقض حقوق ساکنان و هم منفعت جویی یک گروه علیحده می‌دانند. گزارش را در این باره می‌توانید در برنامه خبری تماشا کنید. حجت قلبکی نکنید. وزارت مهنت به مهاجران تاجیک هشدار داده است به هنگام تهیه سندهای بود و باششان در روسیه به تقلبکاری راه ندهند چون عمل جنایی است و میتواند پیامد ناگوار داشته باشد. وزارت در این مراجعتنامه اساساً به مسئله عبور سرحد به خاطر دریافت مهر تاکید کرده است. گذشتن از سرحد یکی از مشکل‌های اصلی مهاجران تاجیک در روسیه میباشد. معلومات بیشتر را در برنامه خبری به شما بینندگان عزیز پیشنهاد خواهیم کرد. همین را باید گفت که مهاجران کره تاجیک هر 3 ماه برای قانونی کردن بود و باش خود در روسیه مجبور هستند مرز روسیه را یک دفعه عبور کنند. این است که مهاجران بیشتر به گذرگاه‌های نزدیکترین روسیه با قزاقستان رفته مرز را می‌گذرند و در فاصله چند ساعت دوباره وارد قلمرو روسیه می‌شوند. بحث در اطراف انتخاب رئیسی نوی جمعیت نوبینایان در تاجیکستان این قشر جامعه را به دو تقسیم کرده است. گروهی از نوبینایان که ناراضی هستند و ادعا دارند رهبریت حاضره جمعیت رأی آنها را به فایده خود می‌دوزد، ولی مسئولان جمعیت نوبینایان و طرفداران آنها گفتند هیچ تقلب نخواهد شد. انتخاب رئیس جمعیت نوبینایان در تاجیکستان در 7 سال یک بار برگزار می شود. انجمن نوبتی برای انتخاب رئیس نو به روز 18 سپتامبر امسال تعیین شده است. چرا فعالیت رهبریت کنونی جمعیت نوبینایان باعث ناراضگی گروهی از نوبینایان شده است برایتان کمی دیرتر تفصیلات میدیم. برای خونسا نمودن رقیب سبقت بیرون کرده شدند. بازی‌های حربی 2019 در روسیه که از 3 آگوست شروع گشت با ناکامی برای دسته تانکران‌های تاجیکستان انجامید. در این بازی‌ها دسته‌های 19 کشور شرکت دارند. تانکران‌های تاجیکی برای راحت به دور نهایی مبارزه می‌بردند، به تانک رقیب برخوردند و از ادامه سبقت محروم گشتند. و در برنامه امروز گزارش داریم درباره یک آرایشگر تاجیک که میان جوانان معروف است. قهرمان گزارش همکاری ما در موی سری مشتریان نقش‌های عجیبی می‌آفرد و اگر شما می‌خواهید ببینید که رمز پرچم و نشان ملی تاجیکستان در پشت سر چگونه می‌نماید، پس بعد 3 ساعت دیگر ما را در برنامه تماشا کنید. البته این تنها چند موضوعی بود که من برای شما اینجا معرفی کردم. موضوع بیشتر از این هم هست که تقدیم شما می‌شود در برنامه خبری بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در همین جا در پخش مستقیم و ما شما را منتظریم.